زیارت اربعین صرف بر رفتن نیست رفقا. خواهران عزیز که صدای من میشن، زمانی که به سرزمین عراق قدم میگذاری روایت داره میگه تمام گناهانت بخشیده میشه به جز حق الناس. حق الناس خدا نمیتونه ببخشه. یعنی تو زمانی که وارد خاک کربلا میشی زمانی است که مثل از مادر متولد شدی، پاکی. اما وقتی برمیگردی این قلب نباید سیاه بشه. وقتی برمیگردی غیبت و تهمت و خانه خرابی و تخریب زندگی های مردم نباید روی زبانت باشد. شیطنت بره کنار، غیبت بره کنار، تهمت بره کنار. بعضی ها میرن کربلا، بله بدتر میشه. چرا؟ چون امروز اینقدر مد شده. زمان قدیم پدرانمون یادشونه یه مسافرت مشهد و تهران که میرفتن بی دوستان تماس میگرفتن، خداحافظی میکردن، حلالیت میطلبستن. آقا میرم مشهد و رضا. امروز ببین با این قلب دعا مستجابه. نه از دخترت سر زدی، نه از بابات سر زدی، نه از مادر سر زدی، خداحافظی نکردی، اومدی پیش من با قلب سیاه میخوای حاجت روا بشی. لذا وقت برگشتی باید با اخلاق حسنه، با رفتار حسنه، با قلب سفید باید وارد خانه و زندگی بشی.